همه بودیم علی جان. انقلاب دزدیده شد. انقلاب دزدیده شد. یکی از عجیبترین چیزهایی که ما در تاریخ معاصرمون و بعد از فتنه 57 میبینیم اینه که چپ‌ها مدعی این میشند که انقلاب اونها توسط یک اکثریت یا اقلیتی مصادره شده و این بسیار جالبه و مثل این میمونه که در انقلاب روسیه اکثریتی مثل بولشویک ها مدعی این بشن که اقلیتی مثل منشویک ها انقلاب اونها رو دزدیدن یا مصادره کردند و اونها نتونستن به آرمان هاشون دست پیدا کنند و گویی این که ملت ما یک انقلاب به این عزیزان بدهکاره و هنوز مدعی این هستند که باید ملت و تاریخ ما یک انقلاب رو به اینها پس بده، انقلاب و تاریخی که از اینها مصادره شده و گویی ملت ما بدهکار این عزیزانه. سوال اینه که آیا شما مگر چه چیزی می‌خواستید که مدعی این هستید که این انقلاب دزدیده شده؟ و این حکایت من رو یاد داستان شاه عباس و سه دزد میندازه. روایتی که یک شب شاه عباس با لباس مبدل و لباس دزدها به خیابون میره و میخواد که در لباس دزدها باشه و ببینه چه اتفاقی میفته و به سه دزد برمیخوره و با اونها هم داستان میشه و از این دزدان میپرسه که خصلت‌های شما چیه؟ شما چه کارهایی میتونید انجام بدید؟ دزد اولی میگه که من از روی بوی خونه ها میتونم بفهمم که داخل این خونه ها طلا هست، گنجینه هست و چه چیزی داخل این خونه هست. دزد دومی مدعی این میشه که من میتونم از دیوار خونه ها به راحتی بالا برم و دزد سومی میگه که خصلت من اینه و ویژگی من اینه که اگر یک انسانی رو یک بار ببینم فردا در هر لباس دیگری که ببینم اون رو میتونم تشخیص بدم. و این سه دزد از شاه عباس میپرسن که خصلت تو چیست ای مرد و تو چه ویژگی داری؟ و شاه عباس میگه که من اگر ریش بجنبانم هر دزدی فوراً از زندان آزاد میشه. و اینها با هم به دزدی میرن و سرقت میکنن و فردای اون روز که میشه شاه عباس دستور میده که این دزدان رو بیارن به دربارش و اونها رو محاکمه کنه. اون دزدی که مدعی این بوده که این ویژگی رو داشته که اگر یک بار کسی رو میدید در هر لباسی بوده اون رو تشخیص میده، تا شاه عباس رو میبینه میفهمه که این همون انسانی بوده که همون فردی بوده که شب گذشته با اینها به دزدی رفته و اونجا میگه که ما همه کردیم کار خیش را ای بزرگ آخر بجنبان ریش را. و شاه عباس خندش میگیره و دست به ریشهاش میبره و اینها رو آزاد میکنه. حکایت این عزیزان و عالی جنابان اینه که همراهی در یک دزدی داشتند و حالا مدعی هستند که آن چیزی که برای اینها بوده به سرقت رفته و آن چیزی که آنها میخواستن اتفاق نیفتاده. یک نفر باید به این عزیزان بگه که اگر شما از دیوار خانه ملت بالا نمیرفتید و رفاه و سعادت و فرهنگ و تاریخ این ملت رو نمیدزدیدید، شاه عباسی وجود نداشته که ریش جنبانی کنه و این شما بودید که میدونستید در این خانه طلا و گنجینه و جواهر وجود داره. و امروز اینقدر این وضعیت آیرونیه که این عزیزان مدعی این هستن که آن چیزی که میخواستن مصادره شده و دزدیده شده و آیرونی بودن این وضعیت به شکلی که البته یک درس بزرگی هم برای سیاستمداران همداستان تاریخ با این عزیزان داره، برای سیاستمدارانی و سیاست‌های کشورهایی مثل آمریکا و عربستان که به اینها این درس رو میده که کسی که از دیوار ملت خودش بالا میره یک روزی هم از دیوار سفارت شما بالا خواهد رفت و فرقی نمیکنه، چرا که خصلت این انسان‌ها این است که میدانند باید چه کار کنند و دزدی کنند و اصلا دزدی جزو خصلت‌های این افراد بوده. و سوال دیگری که مطرح میشه اینه که شما که تمام تاریخ و فرهنگ و رفاه و سعادت یک ملت رو دزدیدید، شما که تمام دارایی یک ملت رو دزدیدید، تمام اون تلاش هایی که از دوره مشروطه به بعد تا دوران طلایی پهلوی شد برای اینکه یک فرهنگ و تمدنی به تجدد خودش برسه و ما به اون عقلانیت خودمون برسیم رو همه رو دزدیدید و از دیوار این ملت بالا رفتید، مگر چیزی باقی گذاشتید که امروز مدعی این هستید که آن چیز از شما دزدیده شده؟ و اگر دزد دیگری از شما چیزی رو دزدیده، چیزی آیا از خصلت شما سلب میکنه؟ آیا چیزی رو از خصلت شما میکاهه؟ آیا چیزی از بیشرمی و گناه شما کم میکنه؟ و چرا هنوز به دنبال این هستید که دوباره از دیوار این ملت بالا برید؟ سوال اساسی اینه. و چرا دست از سرمایه این ملت بر نمیدارید؟ شما که یک بار رفاه، سعادت و خوشبختی این ملت رو دزدیدید، بگذارید این ملت به رفاه، سعادت و خوشبختی خودش برگرده و دست از بالا رفتن از دیوار فرهنگ و سعادت و رفاه این ملت بردارید.